بکنم به خاطر مدیریت گاز. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در سبز میدان برفی رشت. امروز شنبه 24 آذر ماه و ساعت حدود 11:30 صبح. امروز شنبه با هشدارهای قبلی هواشناسی بارش برف در اکثر شهرهای استان گیلان رو داشتیم. شهر رشت هم این رو چند ساعتی تجربه کرد و باعث شادی مردم رشت شد. ولاگ گردش در بازار شهرداری برفی، گردش در شب‌های برفی شهرداری رشت رو در کانال قرار دادیم و ولاگ سبز میدان برفی رو هم امروز قرار با هم دیگه تماشا کنیم. لینک اون ولاگ ها در قسمت توضیحات این ویدیو قرار داره. در این ولاگ ما گردشی در خیابان‌های اطراف سبز میدان، پیرسرا و بخش‌هایی از خیابان بیستون که پاساژ بزرگمهر، مرکز قطعات الکترونیکی و تعمیرگاه‌ها و ثبت و بانک هستش داشته باشیم. سبز میدان رشت از جاهای دیدنی و میدان‌های قدیمی شهر رشته که در نزدیکی شهرداری رشت قرار داره. سبز میدان با پیاده‌روی علم‌الهدی به میدان شهرداری رشت متصل میشه. همه سبز میدان رو با درخت‌های سبزش و کبوترهای خوشگلش میشناسن. اینجا محل تجمع افراد مسن به خصوص در تایم‌های عصر برای بازی شطرنج و سنگبازیه. وجود تندیس‌های از مشاهیر بزرگ گیلان مثل پروفسور حسابی، شیون فومنی و همچنین ساختمان کتابخانه از امتیازات این میدان و اون رو تبدیل به یک پارک کرده. بولوار لاکانی که راسته فروش موبایل، لپتاپ و کامپیوتره و همچنین پیرسرا که معدن صنایع دستی و سفالیجاته در نزدیکی همین میدان قرار داره و به سبز میدان زیبا منتهی میشن. اگر به رشتگردی و جاهای دیدنی رشت هم علاقه دارید، سری به پلیلیست مربوط به شهر رشت ما بزنید. لینک پلیلیست در قسمت توضیحات ویدیو قرار داره. در ضمن در کانال آشپزیمونم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو در توضیحات ویدیو قرار داده. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش و این هوای دوست داشتنی لذت ببرید. برای کبوترها اینجا پرنده نون ریختم. بالاتونه تو زمین چقدر سره بادی افتادی.
مچ پا آبی مچ. شهر باران اینجا. استارت رو ماشین هم نشسته.
اومدن وسایل الکترونیکی و قطعات الکترونیکی